پیامبر صلی الله علیه وسلم هر وقتی مسافرت میرفت 4 چیز همراهش بود. 4 چیز: 1 شانه، 2 بوخوشی، 3 آینه، 4 مسواک. این 4 تا همیشه همراهش بود: آینه، شانه، مسواک. قبل از اینکه قافله وارد شهر یا روستا بشه میگفت توقف. به قافله میگفت توقف. اجازه میدی من بیستم برادر اونجا؟ فیلم اشکالی نمیاد بیستم؟ اون برادرم نمیگیرن نه؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم هر وقت نزدیک روستایی میشد یا شهری در مسافرت به قافله میگفت توقف. ایستی شما نایستی من در صحبت میکنم، نه که خودم میسادم شما میگفت همه پایین میامدن. میگفت لباساشون یه 10 کیلو بیشتر تا روستا نمونده، سرباز کنن تمیز میکنن. آب می آوردن، مشک می آوردن، آفتابه می آوردن، آب می گرفتن، گرد و غبار سر و صورت و ریششون می تکندن. بچه لباسشون تکون می دادن، هرچه غبار بود شلوارشون. بعد مسواک می زد، دهانشو پاک می کرد. با مردم می خواد تماس بگیره، می خواد لبخند بزنه. بعد می گرفت، بعد سرش و ریشش شونه می کرد. نه که یک ریش به این طرف رفته، یک ریش به اون طرف رفته، یک موی سر به اون طرف رفته. اشعث اغبر، لباسش پر از گرد و غبار، دهانش هم چه پر از بوی بد. میخواد بره تو صورت برادرش وارد شهر بشه، کسی طرفت نمیاد. باید چی؟ ریشات شونه، سرت شونه، لبخندات تو لبت، مشکلت تو دلت. کی امروز مشکل نداره؟ همه مشکل داریم. لبخند تو لبت، مشکل تو دلت. مشکلت با خدا، اما لبخندت عقب نیفته که گاه وقت یه اخم کردن سبب میشه که جوانایی که میخوان به طرف بیان منحرف بشن. بعد میگه اینطوری حالا وارد شهر بشید. بعد میگه تبسمک فی وجه اخیک صدقه. هیچ کس از دیدار رسول الله صلی الله علیه و سلم خسته نمیشد. این موی زیباش، این لباس پاکش، این سر و صورت تمیز، این ریش شونه شدهش. ریش رو سینه‌اش بود. ریش بلند باشه کوتاه باشه این نیست که ریش کوتاه باشه ما میتونیم بهش برسیم. ریش بلند نه، ریشش سینه‌شو پوشانده بود ولی تمیز، میرسید به خودش.